اینستاگرام پر از محتوای سمی، چیزایی که انسان هیچ وقت نباید ببینتشون، ولی خب من و شما امروز قراره ببینیمشون. پس با من همراه باشین، چون هر چقدر جلوتر میریم این ویدیوها سمی‌تر و البته خنده‌دارتر میشه. درخواستم که قبل از شروع ویدیو توجهتون رو به این جلب کنم. اگر نمیدونین داستان این چیه، این کیک معینی پوره که چند وقت پیش خیلی ترند شده بود به صورت میم و من با خودم اینجوری بودم که این چیه، همش میگم معینی پور مگه چی میتونه باشه. و یه روزی که مرسم آورده بودش، یعنی توی بوفش آورده بود و همه بچه‌ها داشتن هجوم می آوردن که بخرن، منم تصمیم گرفتم که بخرمش. و بچه‌ها میتونم بگم که بعد از اون من هر وقت که بوفه مرسمون میرفتم میگفتم که معینی پور نداریم. اصلا گازهای اولیه از اینو که زدم، این جوانی عشق در قلبم شکوفا شد واقعا. وقتی که میخوریش اصلا در دهنت ذوب میشه، انقدر که بافت نرم و خوبی داره. و بازم به جرئت میتونم بگم من در حدی حامی این کیک بودم تو مرسمون که واقعا شرکت معینی پور بعد نصف سهام شرکتتون رو به نام من بزنین. خیلی هم رابطه عشق و نفرتی باهاش دارم، میدونین. از یه طرف اینجوری هم که معینی پور چیزا چی ان دیگه، و از یه طرفی هم خیلی بهش علاقه دارم. البته ببخشید که شاید شما دلتون الان معینی پور خواست با این حرفای من، خدای توبه. خب دیگه بریم سراغ آیا تا حالا شده که دلتون بخواد سگ باشین؟ شاید بگین نه، ولی خب الان هممون دلمون میخواد سگ باشیم. شری عزیزمون که اون سری تشریف آوردن این گردنبند رو خریدن به مبلغ 470 میلیون. 470 میلیون گردنبند، اونم برای سگ. این سری اومدن میخوان گردنبند رو بفروشن به مبلغ 700 میلیون، برای پارتنرشون 207 بخرن. چرا هرچی جلوتر میرفت بدتر میشد؟ نمیدونم بچه‌ها، واقعا نمیدونم. بعد دارن میفروشن برای سگ 207 بخرن. خوبه، سرمایه گذاری خوبی دارن میکنن، از سگ دارن استفاده بهینه‌ای میبرن. یعنی کل دارایی هایی که فکر کنم این سگ داره میتونه تمام 8 میلیارد آدم کره زمین که هیچ، میتونه 10 برابر چیزی که کودکای گشنه نیاز دارن هم غذا بده. واقعا نمیدونم صاحب این سگ کیه، ولی خب هر کی هست من اینجا. خیلی سگ بامزه‌ای بود، ولی این که مثلا اون گردنبند رو به اون سگ دادن یکم عجیب بود. چرا لباس شبیه لیدی گاگاست. اون آلبوم جدیدش میهم آبراکادابرا آمور اونانا. خیلی واقعا جالبه که الگوی لباس پوشیدنش رو لیدی گاگا قرار داده. اگه توی لونه پرنده یا تخم مرغ اینا مثلا یه جایی ظاهر شد، بچه‌ها تعجب نکنید. احتمالاً یه خودتون هم دیده باشین که جدیدن معروف شده که هر جا میرن مردم میگن خوشتیپ و مثلا یه چالش مانند خوشتیپ حیات شیرتره خوشتیپ خوشتیپ خوشتیپ. اینی که خیلی با شوق بود. خوشتیپ حیات شیرتره خوشتیپ. برنگرد یه چالشه. برنگرد خوشتیپ. برنگرد همینو خوشتیپ همینو خنگون بله. چرا خب خیلی از چالش باحالی میاد، ولی خب یک سری حواشی هم داشته که نمیدونم تا چه حد راسته. خوشتیپ نه بابا چیه این خوشتیپی دیگه؟ بچه‌ها شما به من بگید که آیا شما هم در دام خوشتیپ افتادین تا حالا یا نه؟ مامان جون مامانی ماشینمون چیه؟ فراری فرار کرده. فکر نکنم اون فراری باشه. تا جایی که من میبینم داره داد میزنه که تولید در ایران. فراری واسه یه مامان و دختر خوشگل خرگوشی. این دیگه چه سمی بود من دیدم. چقدرم کامنتاش مثبت. درود بر شما. اصلا چه جوری مثلا ممکنه همچین چیزی؟ آره، یا کامنت ها خیلی خوبن یا خیلی بدن، واسه همین ما از کامنت فاکتور میگیریم. Beautiful track, beautiful text. I love it. I'm his fan. See you soon. چی داری میگی؟ Beautiful track, beautiful text. I love it. اصلا درک نمی‌کنه. نظر شما درباره آیسین چیه؟ Beautiful track, beautiful text. I love it. همش دنبال ایوای ماتساپ بذاره تو پیجای فیکای اینستا. برو عقب نچک دورو برم تک تکتون حسودین. بگو مگه فازو نمیبینی؟ میخوام همه بکنم باشن تو بیکینی. بگو فن وودکا. بابا این چه آهنگاییه به خدا اصلا. یکی باشه دیت کنسله، نباشه پرادا سیت کنسله، نه دنبال اون جت کنسله، اله یه کوکو جت کنسله. ببین والا قسم مسخره کردن یا هیت دادن به کسی رو نداریم، ولی
خیلی خوبه که انقدر اعتماد به نفس داره و به همین راحتی خودش رو جلوی دوربین حالا داره ابراز میکنه. ولی خب یه کم حداقل دقت کن که چی کار میکنی با آزادی که داری. یکی نمیشه چطور روت میشه اینا رو پست کنی. خدا رو شکر این واقعا حرف درستی زد، نه حالا خیلی فوش بدی داد نه الکی تعریف کردن. چجوری واقعا روت میشه اینو پست کنی، واقعا هم چجوری روت میشه. خب اصلا کاری نداریم، فقط داریم نظر میدیم. تو اینا رو گرفتی خودت هم میدونی که برای خنده است و اینا، واسه همین انسان دیگه. و اما به اسم گل سرسبد ویدیوهای من نهال، یعنی اصلا میشه من وقتی دارم چیزای عجیب غریب و سمی و نشون میدم نهال توش نباشه. این بچه واقعا خیلی استعداد داره تو چیزای تعجب آور به مغزت و من دارم در بهترین حالت اینو میگم. سلام بچه‌ها. استایل از قیافه مهمتره. بچه‌ها استایل از قیافه مهمتره. اتکلون از جفتش مهمتره. ببین اتکلون از جفتش مهمتره، یعنی تو اتکلون داشته باشی از قیافه استایل مهمتره. اما به پوست رسیدن از سه تاش مهمتره، ولی هیچ وقت موتو کردن و با این 4 تا مقایسه نکنید. اولا که احساس کنم در ریاضیات مشکلی به وجود اومد، ولی خب حالا ما اصلا کاری به اون نداریم. دوم که مو و پوست جزء استایل و قیافه حساب میشن. آره بچه‌ها استایل و قیافه رو بذارین کنار، عطر همین چیزا بذارین کنار، فقط به مو برسین. قابل توجه شما برم افتخار شبیه در 60ها بشن. وای شدم شبیه در 60ها. بابا کی گفته در 60ها اون شکلی بود در آخر؟ حالا میدونم من رو شوخی کرده ولی چرا؟ وای چقدر در 60ها دلبرم. سلام بچه‌ها، امروز اومدم که هم ماشه هم رو فکر کنم هم نصیحتتون کنم. همیشه یه کاری که میکنید، یعنی مثلا مامانتون که بهتون پول هفتگی میده نرید جار بزنید بگید هی من پول پسنداز دارم. نمیشه که بچه‌ها، باید تو دل خودتون نگه دارید که خدا روزیتون رو بیشتر کنه. بچه‌ها باید در دل خودتون نگه دارید، نگیم پس انداز میخوام بکنم. در دل خودتون یک لونه باز کنید، پولتون رو اونجا بذارید تا خدا روزیتون رو بیشتر کنه. یعنی خدا بخواد بهتون روزی بده فقط از راه رگ‌های بطن چپتون میتونه بده، اصلا از راه پس انداز در قلک خوکی نمیتونه پول بده بهتون. جار بزنید که من دارم تو نداری، شاید یکی نداشته باشی. چه وضعشه؟ شما خیلی بد شدین از موقعی که من 2 روز فیلم نذاشتم. شما خیلی بد شدین از اینکه من 2 روز فیلم نذاشتم. والا وضع کامنت ها از 2 روز قبل و 2 روز بعد فرقی نکرده، ولی خب ما حرف تو قبول داریم. نه ما اصلا حرف تو رو قبول داریم، تو 10 سال از ما جلوتر فکر میکنی. بچه ها اسمش آرامه. نهال یکی دیگه بود. نهال اونی بود که چیکار میکرد نمیدونم، دروغ 13. یعنی کل ویدیو در اسمشو اشتباه میگم، ولی هنوزم حرف درسته. سلام بچه‌ها، میخوام این هندونه رو تو سر بابام بتره کنم. چرا بخوای هندونه رو سر بابات بکوبونی؟ همراه باشید با پدر و پسر خدا بردی. بنیامین چه غلطی کردی؟ این هندونه یادگار بابا بزرگ بود. این هندونه یادگار بابا بزرگ بود. هندونه خورده میشه میره. نمیدونم چه جوری میخواد یادگار بابا بزرگ باشه. کارگردان گلزار. اگه نمیخریده برای شبیه الله، پس یادگار بابا بزرگ چیه؟ بابا بزرگ خریده برای شبیه الله. ببین زرنگا میپیچونه داستانو. بیایید آماده بشیم بریم مدرسه، امتحان ترممون. بریم آماده شیم مدرسه، امتحان ترم. مجبورم ضد آفتاب بزنم. میگم ضد آفتاب زده، انقدر آفتاب زده که مجبورم ضد آفتاب بزنم. اولین امتحان من که الان دارم میرم امتحانم بدم دینیه که نصف جهان الان دینی دارم میان امتحان. نصف جهان دینی داره. حداقل میگفتی نصف ایران یا نصف جایی که زندگی میکردی. بچه‌ها من اولین امتحانو دادم و دینی نبود، هر چی بود دینی نبود. اوکی. دینی خیلی آسونه و استرس ندارم چون میدونم که خیلی خوب میدم. البته همه درسامو خوب میدم. اصلا دینی باشه، میخواد قرآن باشه، عربی باشه، ریاضی باشه، اصلا خوب میدم بابا. شیکلمه خیلی خوبه. ببخشید شیکلم چیه دیگه؟ شیکلم ماره که شیکلم وسیله است. بچه‌ها خواهشاً
من بگین شیگلم چیه؟ مامان بابام خوابن ممکنه بیداشن و دوام کنن. خب بچه اینم لباس فرممه. بچه خیلی صادقانه گفت که آروم حرف میزنم تا مامان بابام بیدارشن و دوام نکنن. این بیدار نشن و دوام نکنن. خب خیلی حرف میزنه، اصلا تحمل نداشتم. ولی خب آفرین، ایشالله که امتحانی تو خوب داده باشی. ناچیزه ولی حاضری به خاطر 500 میلیارد یک سال محمد ترفند رو نبینی؟ 500 میلیارد من کجاست؟ بچه‌ها شماره کارت هم میذارم تو دیسکریپشن. خواهش میکنم که 500 میلیاردم واریز کنین. من اصلا این بچه رو ندیدم تا الان، اولین بارم دارم میبینمش. پس یه ریاضی کوچیک انجام بدین به قدر سن این بچه، ضرب در 500 کنین. خودش هم گفت ناچیزه، تو خودت داد پولتو به من بدی. بریتنی اسپیرز ایرانی بچه‌ها واقعا قابل تحسینه که همچین شخصی رو داریم در ایران. البته من نمیدونم دقیقاً تبلیغه یا چیه، ولی خب سلام بچه‌ها، من معلم کلاس اولتون هستم. چی؟ میخوام واسهتون حرف الفبا باتون کار کنم. اول وقتی کلاه روش میذاریم میشه اول. کلاهشو که برمی‌داریم میشه دوم. کلاهشو که میذاریم میشه اول. آیه با کلاه و آیه بی کلاه. اصلا من نمیدونم این بچه چند سالشه، فکر کنم تازه کلاس اول رفته و داره چیزی که معلمش بهشون گفته رو میگه. همین. هوا گرمه، برقا هم قطعه. چیه؟ بیا محمد آبدوخیار بدم بخور. آبدوخیار؟ بریم با هم بزرگترین آبدوخیار خاورمیانه رو درست کنیم. اینم 20میش که آخرین باکسه. اریای دو آبلی 3-4 کیلو سبزی. تربچه‌ام که امضای کاره. تربچه‌ام که امضای کاره. آره قراره بعد بریم توش هموم کنیم. این چه سمی بود من دیدم واقعا. بعد هر ویدیو من اینو دارم میگم. کلاس 50 سی تقدیم شد به آقا محمد رضای گل. مبارکی باشه. از قیافه بچه معلومه که باید گفت وای بال همسایه ها. خیلی عجله داشت با ویدیو گرفتن، وقتشون نگیر. آقا محمد رضای گل از همین الان گنگ بودن و خفن بودن رو یاد گرفته. مثلا همین یعنی من از الان میتونم تصور کنم که آقا محمد رضای گل داره با موتورش این ور اون ور میره، بعد داره گاز میده و صداش تا مریخ میره و همه رو بیدار میکنه. آفرین آقا محمد رضای گل. خدایا من میگم چرا باید ترسم. تپسی گرفتم، اسنپ گرفتم، اوبر حتی گرفتم، نیومد آخر. چه شهربازی ترسناکی واقعا. بچه‌هام به دردم نخوردن، شک گرفتم، خدا حفظش کنه. ماشاءالله سگای امروزی یا دور گردنشون گردنبند 700 میلیونیه از اون کوچولوهاشون، یا اینکه قشنگ موتور میرونن. بچه‌ها دارن موتور میرونن، نمیدونم سگا دارن موتور میرونن. دیگه کی داره موتور نمیرونه واقعا؟ آنجلیکا جولی تو که میای تو پیوی مینویسی سلام مشکی جون دوستت دارم، پکو دوست داشتنت بیا بگیرم دیگه. تو که منو دوست داری باید بیای تو ایران منو بگیری. من از ایران خارج نمیشم، باید بیایم اینجا منو بگیری. منتظرتم، بیا پیوی کارت دارم. احساس کنم که بعد دیدن این ویدیو آنجلیکا جولی تصمیم گرفت که به براد پیت برگرده. خیلی واقعا دوستم قیافه آنجلینا جولی رو ببینم بعد از دیدن این پست. احساس کنم که کلا سعی میکنه که هر تاریخچه‌ای در فیلم و سریال داشته رو کلا پاک کنه. بچه آنجلینا جولی میاد تو پیویش، بعد من فوقش مثلا یه اس ام اس بگیرم از مثلا کنسرت یه خواننده‌ای که حتی اصلا نمیشناسمش، یا مثلا اس ام اس سیم کارتمه. خب بچه‌ها این هم از ویدیوی امروز. هرچی گفتم شوخی بوده، به دل خودتون نگیرین. خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب کنین، لایک کنین و زنگولش هم بزنین و نظرتون رو برام بنویسین. آره این هم از ویدیوی امروز. امیدوارم زیادی وراجی نکرده باشم. اگه کردم من ببخشید.